اولین پست‌های هر شبکه اجتماعی چیا بودن؟ بیا تا بهت بگم. خب بریم سراغ یوتیوب که اول قضیه است. سال 2005 یکی از بنیانگذاراش یه ویدیو آپلود میکنه توی باغ وحش، یه فیلی پشت سرشه، مال 15 سال پیشه که میگن خیلی به یاد موندنی و خیلی جالب بوده، ولی چرا تو باغ وحش؟ گزینه دوم توییتر. اولین توییت مرتبط میشه با یکی از بنیانگذارای توییتر توسط جک دورسی که همچین چیزی رو نوشته که مال 17 سال پیش، یعنی 2 سال از یوتیوب عقب‌تر. و حالا اینستاگرام. قبل از که اینستاگرام بهت بگم لایکو بکوب. شاید فکر کنی اولین پستشو مارک زاکربرگ گذاشته، در صورتی که نه، همچین چیزی نیست. اولین پستش یکی از بنیانگذاراش به نام مایک گذاشته تو سال 2010 که یه عکس توی یه خیابون، یعنی خیلی رندوم. و اما بریم سراغ تیک تاک. اون موقع اسمش تیک تاک نبوده، اسمش موزیکال بوده، یه همچین چیزی. اولین ویدیوش هم تو سال 2014 گرفته شده که اصلا مشخص نیست چیه، از توی یه عکس از توی محله گرفته شده. اصلا آخه چرا اصلا؟ راستی اگه از این نوع ویدیو خوشت میاد چنل رو از دست نده. فعلا